با برگشت آب بحر ارال در شمال قزاقستان نشانه‌های حیات نو مشاهده می‌شود. این منطقه شغلالای قیر نام داشته از گذشتگان به ما میراث مانده است. در سالهای 60 سده گذشته آب رودهای آسیای مرکزی مورد بهره برداری کشاورزان قرار گرفته در مناطق جنوب و غربی قزاقستان بحر ارال خشک شد. در نتیجه غابت، زین‌الله و ماهیگیران دیگر روزگارشان را از دست دادند. وقتی بحر خشک شد همه به الماتا و قبچگای کوچ بستند. کارگران فابریکه کارکرد ماهی به منطقه تازه قرغان رفته در کولی بلخش پیشه خود را دوام دادند. طول 10 سال آنها با قطار راه آهن به آنجا رفته 3-4 ماهی همانجا کار میکردند. در سال 2005 سربند کوکرال به انجام رسیده امکان فراهم آورده شد که در بخش شمالی ارال آب جمع شود. در سالهای 2000 قسمت شمالی بحر ارال سیراب شد. ما همگی به ماهیگیری برگشتیم. آب باشد ماهی هم می شود. ابتدا برای خوشحالی ماهی می قبیدیم. ماهی را به دهه آورده به همسایه ها تقسیم می کردیم. برای زین‌الله و همکسبانش شرایط بازگشت به کار دوست داشته اشان پیدا شد. در کنار بحر ارال مؤسسه کارکرد ماهی زیاد شده است. حاضر کمش 6 و یا 7 مؤسسه فعال شده است. در یک منطقه باکن 2 کارخانه عمل می کند. جوانان ماهیگیر می شوند. کسی از ده رفتن نمی خواهد. آنهایی که رفته بودند برمیگردند. حالا کارکرد ماهی نیز برقرار شده است. هنوز هم بخشی بزرگ بحر ارال در قلمرو قزاقستان و ازبکستان آب ندارد، ولی بازگشت آب و حیات به بخش شمالی این آب انبار امید به آینده نیک این گوشه آسیای مرکزی را بیشتر کرده است.